عدالت؟ از کدوم عدالت حرف میزنی آبجی؟ ما جوونا به جای عشق باید خون گریه کنیم. وقتی یه جوان 20 ساله نمیتونه بره واسه خودش حتی یه موتور بخره، وقتی پدرای ما شبان روزی دارن جوب میکنن چند دقیقه پولی که به دست میارن کفا به زندگیشونو نمیده. کدوم عدالت؟ ای کاش که به جای این تلگرام و این اینستاگرامتون شرمندگی پدرامون، اشک بچهای یتیم، گرونی اعتیاد و بدبختی جوانامون فیلتر میشه، بیکاری نخبه‌هامون فیلتر میشه. از همه باز مهمتر این اختلاس راندبازی یه سری آدمای از خود و بیخبر ای کاش فیلتر میشه. عدالت کیلو چنده آبجی؟ عدالت زمانی معنی پیدا میکنه که من جوون با کله تا کمر توی سطل آشغال فرو نرم و حق منو یه بیشرف دیگه نخوره. برو آبجی.